سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به ولاگ کاری با من. امروز دارم میرم سر پروژه عکاسی. قراره که 2 تا دنسر رو میکاپ بکنم. خیلی هیجان دارم که ببینم چطوری پیش میره. قراره که یه آرایش اسموکی براشون انجام بدم. بعد دوستم سبا اومده امروز زحمت بکشه کمکم. بیا تو هم زحمت بکشه که برام بکستیج یوتیوب فیلم اینا بگیره، کمکم بکنه. بعد من اینو پوشیدم، هم راحت هم چیز. بعد از اونجایی که خیلی خیلی سرده میخوام حالا یا اینو روش بپوشم یا حالت شل. حالا بپوشیم ببینیم کدوم بهتره. کیوته. یا مثلا اینو اینجوری حالت مثلا اینطوری. خیلی خوب شد. یا اون یکی یکم اوورسایز تره. فکر کنم این جالب تر بشه. مثلا اینطوری. آره اینم خیلی قشنگه. مثلا یه حالت آرتیستوری. آره حالا نمیدونم کدوم، یکم دوتار میپوشم. موهامم کانزاشی میبندم مثال مورد علاقم که هم راحته هم شیک. دهنم نگیرم. خوب بستی. خوب شد؟ امیدوارم سرد نباشه، بتونم همین اینجوری باشم. بچه هوا خیلی سرده. من امروز دستیار هستم. من میرم که کمک کنم. دستت در نکنه. واقعا وجود یه نفر که به من کمک بکنه تو تولید محتوا نعمته، چون من همیشه از بقیه فیلم و عکس میگیرم، فیلم و عکسای خوب، بعد ولی هیچکی نیست از من فیلم و عکس بگیره خوب انجامش بدم. حتما میتونی. اونقدر که فکر میکردم سرد نیست. بچه ها ما مسیر رو اشتباهی رفتیم، یعنی اتوبوس اشتباهی سوار شدیم، بعد کلی دور شدیم. 4 دقیقه مونده بود به تایمی که باید اونجا باشم. فهمیدم که اشتباه اومدیم، بعد مجبور شدم که تاکسی بگیرم. الان داریم با تاکسی میریم که برسیم، ولی بازم دیرتر از تایمی که قرار گذاشتیم میرسم و یه مقدار عصبی شدم.
this be like this, or you want to be like short? Shorter, I think. Shorter. Yeah. Or maybe, I don't know. What do you think? Do you want to be like natural? You can do it. بچه ها من میکاپ دوتاشون انجام دادم. اولی دلش نمیخواست که قبل اینکه میکاپ بشه تو ویدیو باشه، دیگه فیلم نگرفتیم از مرحله میکاپش. سبا کلی کمکم کرد، فیلم خوشگل گرفت ازم. بعد دیگه الان تقریبا 3 ساعت خورده نان استاپ وایسادم، کمرم داره نصف میشه وسط. الان میخوان دارن که فیلم بگیرن، یعنی دنس کنن و اینا. بعد من وای میسم که دنسشون تموم بشه، چون برای یه میتینگ دیگه شب میخوام برن، باید یک کوچولو میکاپشون رو تغییر بدم. بعد I'm sorry. Hello. I came to check if if Wow, you look looks so nice. beautiful. I just put a little bit of lipstick. Oh, nice. I Lip love gloss. You're Thank amazing. you. Thank you so much. Hey guys, make sure you follow this girl, subscribe on her page because she's so talented, she's amazing and a very good-hearted girl, so make sure you Thank follow. you so much. Is it okay? Yeah, perfect. So we can do more on A the little bit face. here on the face, yeah. Then it's more darker. Is it okay? Very. But I will check in the camera as well to see Yeah? how does it look. Okay. Okay, now I understood, sorry. Yeah, perfect. Ну вот, отлично. У нас есть... It would be better if we see. So maybe we can put the Yeah, mirror put a there. chair maybe to put the mirror anywhere you need. There, right behind this. Uh-huh. Uh-huh. آینه کثیف. This is nice. Perfect. Well, thank you so much.
رقص اول تموم شد. اینجا یه کوچولو وایستادیم استراحت کردیم که دنسرها برن لباساشون رو برای لوک دوم عوض کنن و منم یه کوچولو کمک کردم بهشون که این چسبا رو بدنشون بزنن که اون کانسپتی که تو ذهنشونه در بیاد. We need some blood. Black things on the top. I have that as well. You have fake blood. Yes. Maybe I told When you wear your fake blood. What do you think? No, just No, put it just straight here. داریم کمک میکنیم که لنز بذارن واسه لوک دومشون. لنز یخی در نظر گرفتن، لنز یخی بذارن و عکاس هم اونجا داره دود میده و حالا با هم بریم پشت صحنه رقص دومشون رو ببینیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتی تا اینجا لطفا لایک و کامنت یادتون نره. خب بچه ها دنسرها 2 تا دنس مختلفشون رو انجام دادن دیگه. واسه دنس دوم لباس عوض کردن و لنز گذاشتن و اینا همونطور که دیدید. بعد الان دیگه تقریبا کارم تموم شده. فقط وایسادم که یه تاچاپ آخر انجام بدم و یکم شاین و اینا به میکاپشون اضافه کنم که قراره برن یه کامرشیال یا تبلیغ واسه یه بار انجام بدن. میخوام برن اونجا یکم میکاپشون رو میخوام نچرال در کنم دیگه. همین دیگه. منم هستم. سبا هم خیلی کمک کرد، کلی ویدیو عکس خوب گرفت و دست در نکن. پایان کار. ساغر داره جمع میکنه وسایلشو. میکاپشون خیلی خوشگل شد، خدا رو شکر. خیلی. راضیم از نتیجه کار و میتونم الان با خیال راحت با سبا بریم یه شام دبش بزنیم. اگه ایران بود میرفتیم یه کباب میزنیم با دوغ. واقعا آره. اینجا یه رستوران ایرانی هستش ولی خب دوره به ما. بعید میدونم بتونیم بریم. ای قربونت برم، خدا ای قربونت برم، خوشگل. اسمشو دوباره I forgot name again. Aiko. Так еще раз. One more time. А где? А просто там как-то не оставить. Нет, куда написал? Там here.
آخه بچه ها سبا اومده خونمون برام پاستای پستو درست کرده. امیدوارم دست خوب درد شده باشه. نکنه. حتما خوب شده. امیدوارم. به الان به. بریزیمش. خوشگلش کنیم. انقدر گشنمه وای. ساغر روزه با این کفگیر سخته. وایسا یه چیزی داریم. این چیزایی رو برای پاستا بیا بده. نشو. نه وایسا. ببین عینا داریم. اما چنگکی یا نه؟ بده اوکی بذار اینجوری تر راحت تر. به به. یم یم یم. زیرشو میتونیم خاموش کنیم. من انقدر وایسادم رو پا خیلی پام درد میکنه. بعد غذام درست حسابی نخوردم دیگه. الان میخوام حمله کنم. وای اینجا رو. خب بچه ها مرسی که ویدیو رو دیدین. لایک سابسکرایب حمایت یادتون نره. قربونتون. خدافظ.